با سلام به دوستان عزیز و محترم و همراهان گرامی کانال سلامت و زیبایی شبنم. امشب برای شما ویدئویی رو آماده کردم مخصوص پاکسازی پوست صورت شما که در 7 مرحله کامل براتون توضیح داده میشه. قبل از شروع این ویدئو از شما میخوام که این کانال ما رو دنبال کنید و اگر از ویدئوی ما خوشتون اومد ما رو لایک کنید و با نظرهای قشنگتون در کامنت برای ما بفرستید. دوستان عزیز، در مرحله اول باید پوست خود رو از آلودگی ها و آرایشی که روی پوستتونه پاک کنید و این کار رو میتونید به وسیله یک دستمال مرکوب مخصوص آرایشی یا از مواد میسلار واتر که حاوی روغن‌های مفید برای پوست هست انجام بدید و در آخر با یک ژل شستشوی صورت یا یک فوم شستشوی صورت میتونید که پوستتون رو با آب ولرم بشورید و پوست شما آماده مرحله دوم میشه. در مرحله دوم پوست شما الان آماده یک اسکراب مناسب برای پوستتون است که شما میتونید از محصولات اسکراب خوب مثل اسکراب هایی که اینجا میبینید استفاده کنید. شما مقداری از این مواد اسکراب روی پوستتون قرار میدید و به مدت 1 دقیقه به حالت دورانی روی پوستتون بمالید تا جوش های سرسیاه و سلول های مرده پوست شما رو پاکسازی کنه. در این مرحله برای کسایی که پوست چرب دارن یا مستعد آکنه هستن بسیار مفیده و در آخر با آب ولرم این مواد اسکراب رو از روی پوستتون بشورید. در مرحله 3 پوست شما آماده یک ماساژ لذت بخش که این ماساژ رو میتونید به وسیله یک روغن‌های مخصوص ماساژ صورت یا از یک نوع کرم هایی که حاوی ویتامین های ای و سی هست استفاده کنید. در این مرحله شما با قرار دادن کرم یا روغن ماساژ صورت روی پوستتون میتونید پوستتون رو ماساژ بدین، اما ماساژ شما باید به سمت بالا و یا به بیرون از صورت شما قرار بده. اینجور باعث میشه که پوست شما مایچه های پوست شما تقویت بشه، گردش خون بهتری پیدا بکنه و باعث پیشگیری از افتادگی پوست شما میشه. در این مرحله شما به مدت 15 دقیقه به حالت ماساژ این کار رو انجام بدین و پوست خود رو بکشین تا آماده مرحله 4 بشه. و حالا رسیدیم به مرحله 4 که مرحله بخور پوست صورت شما میتونید به وسیله دستگاه‌های مخصوص بخور گرم به پوستتون بخور گرم بدین و یا میتونید تو خونتون با یک ظرف آب جوش و یک حوله پوست صورت خودتون رو در معرض بخور آب گرم قرار بدید. مدت زمان بخور دادن صورت شما 5 الی 10 دقیقه میباشه که شما میتونید برای یه بخور بهتر از اسانس های مثل اسانس رزماری یا اسانس گل سرخ استفاده بکنید که هم برای پوست شما خواص بهتری داره و هم بوی بهتری. در این کار برای پوست های چرب و مستعد آکنه بسیار بسیار مفیده و این کار باعث میشه که جوش های سرسیاه شما رفع بشه و پیشگیری کنه از جوش های سرسیاه. این کار رو انجام بدین تا به مرحله 5 برسید. حالا رسیدیم به مرحله 5 که پوست شما با بخوری که داده شده منافذ بستش باز شده و پوست شما آماده جذب ویتامین ها و مواد مغذی می باشه که در اینجا به وسیله
استفاده از ماسک های مخصوص پوست خودتون که پوست چرب دارین یا پوست خشک دارین میتونین استفاده بکنین و به مدت 10 الی 15 دقیقه این ماسک های مخصوص پوست خودتون که حاوی مواد مغذی هستن میتونین استفاده بکنین. و اگر خواستین از ماسک های خونگی استفاده کنین، شما میتونین با درست کردن موادی مثل جو 2 سر و آووکادو مخلوط این دو ماده برای پوست‌های چرب استفاده کنید و یا مخلوط عسل و موز برای پوست‌های خشک. و شما میتونید از تکه‌های سرد خیار سبز استفاده کنید برای روی چشمتون و به مدت 10 الی 15 دقیقه میتونید که استراحت بدین به پوستتون تا مواد مغذی رو جذب کنه و پوستتون آماده مرحله 6 بشه. حالا رسیدیم به مرحله 6 که پوست خودتون رو که شستشو دادین از ماسک هایی که گذاشتین، آماده اینه که به وسیله زدن تونر پوست خود رو درخشان، شفاف و صاف بکنید با بسته شدن منافذ پوستتون. شما میتونید از تونرهای مخصوص پوستتون استفاده بکنید برای پوست‌های چرب یا خشک و در این کار به وسیله یک تکه پنبه که حاوی تونر میکنید روی پوستتون بمالین و به مدت 2-3 دقیقه ماساژ بدید تا منافذ پوستتون بسته بشن و پوست درخشان و شفافی رو به شما بدن. حالا رسیدیم به مرحله آخر که مرحله 7 و پوست شما یه پاکسازی عمیق شده و وقتی پوست شما یه پاکسازی خوب انجام میشه روش، نیاز شدیدی به آبرسانی و یک کرم عالی یا یک کرم آبرسان خوب داره که به شما پیشنهاد میکنم که از کرم های آبرسان مناسب استفاده بکنید برای پوست چرب یا خشکی که دارید و یا از کرم های مرطوب کننده خوب استفاده بکنید و شما میتونید با این کار اون آبی که نیاز داره پوستتون بهش برسونید. ولی این نکته رو به یاد داشته باشید که اگر پاکسازی شما در شب داری انجام میدین، یک کرم های دور چشم یا سرم های دور چشم رو استفاده بکنید که بسیار موثره و یا اگر در روز دارین استفاده میکنید حتما از یک ضد آفتاب عالی بعد از پاکسازی استفاده کنید. دوستان عزیز، در این ویدیو شما با آموزش کامل پاکسازی صورت آشنا شدید و برای یک پوست خوب، سالم و شاداب نیاز به یک پاکسازی به موقع و عالی میباشید. شما برای تهیه محصولاتی که در این ویدیو دیدین میتونید به پیج ما سر بزنید و اونا رو ثبت سفارش کنید. شما رو به خدا میسپارم. همیشه سالم و شاد و تندرست باشید.